بعضی شرایط در گذشته بوده، حالا هم هست، مورد تهاجم واقع میشه و وظیفه همه ما است که حفاظت بکنیم از این سرمایه عظیم فرهنگیمون. گلمون مانتو هم تنگه هم خیلی چکشبازه، فکر نمی‌کنه که عرف و شرع جامعه‌مون هم چیزی رو نمیپسنده. توی کشور اسلامی زندگی میکنیم، درسته، موهاتون هم الان کاملا پیداست، آرایشتون هم تنده. به عنوان یک شهروند ایرانی به نظر شما پوششتون الان درسته؟ شما؟ من نه شلوار کوتاه نه مانتو. نه، از نظر به اصطلاح موهاتون که الان بیرونه، شالی که رو سرتونه، به نظر شما الان پوششتون صحیح از نظر خودتون؟ خب من فقط الان موهام مورد داره. اگه ممکنه بله دیگه، فقط موهاتون الان بیرون، شالتون رو زحمت بکشین درست کنین. سارافون تنتون هستن از نظر حجاب اسلامی الان این مانتو به عنوان یه پوشش قابل قبول نیست. چرا؟ خب آستین که داره. نه دیگه، این سارافون الان تو تنتون کرده، قبول ندارین سارافون تنتونه؟ خب سارافون با مانتو چه فرقی داره؟ مانتو حالا آستیناش چسبیده به این دیگه. حالا تشریف بیار اینجا. وقتتون بخیر. شما به عنوان یه همشهری، یه هموطن ایرانی، پوششتون از نظر اسلامی، از نظر عرف جامعه اشکال نداره به نظر خودتون؟ به نظر خودتون خانم محترم اشکال داره یا نداره؟ الان قبول دارین که اشکال داره دیگه؟ هم شالتون نازکه، موهاتون کلا بیرونه، مانتوتون تنگ کوتاهه. لطف کنین تعویض کنین. یه جوری بگردین که مغایر این عرف جامعه ما نباشه تو این مملکت. چند لحظه صبر کنید همینجا اگر میشه. پشتتون موهاتون معلومه، بعد مانتوتونم که هم شلوارتونم که کوتاهه. شما با ما تشریف میارید داخل اتوبوس، یه صحبت کوچولویی با شما داریم. من دیگه ما مهمانیم تو تهران، حالا از کجا؟